الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک صلوات بخوانیم بر محمد و آل محمد. دیشب گفتگوی از ما اینجا رسید که ما باید نسبت به فرزندای از خود وظیفه‌ای که داری انجام بدیم و در وظیفه خود کوتاهی نکنیم. یکی از چیزاییه که فرزندای خود وقتی بیشتر بدیم، توجه بیشتر بدیم، امزی والا در حال شانیله نکنیم شناره. در از زمانی که ما هستیم و در از مکانی که زندگی مونیم، اگر فرزندای خود در حال شیله کردیم، وقت از وقت بدر مشنه زباد پشیمانی هیچ فایده ای نداره. لحاظا ما باید توجه داشته باشیم که فرزند ما چی کار مونه. برای ازی که حوصله ندارم نباید ما مثلا امیتا آیپد و تبلت و موبایل و لپتاپ و کامپیوتر در اختیار ازی قرار بدم و از دیگه طرف اینترنت هم زیالا باشه. بله اگر ضرورت است مثلا هومورک خورمونه یا مثلا لازم است از طرف اسکول و هم لیمیتید باشه و تحت نظارت باشه، مخصوصا بچه هایی که عمرشی کم است همزی والا در اختیارشان ندیم که بسیار منفی اثرات داره و خود نشان داده و او رنگه که استاتیستیکس مگبره از اینکه پیش از وقت ریزه بچه بسیاری چیزا را مفهمه و دیگر ریزه نمومنه، زود خودونچان خود جوان مونن. یکی از کلانترین ریزن چی همی است که امزی والا اینترنت مو در اختیاری فرزندای قرار دادیم. استاتیستیکس موگه در 10 سالگی 11 سالگی بچه ها جوان مشنه. از لحاظ دینی خب 14 سال و 9 ماه داما مثلا و همزی والا بعضی نشانی هایی است طبق از نشانی های یک بچه مثلا دختر حالا زودتر لیکن بچه مثلا 14 ماه و 9 ماه داما مثلا جوان مشنه. لیکن آمار در او چیزای بسیار خطرناک گفته رایی است. کلانترین وجهش همیه که مو بچه ها را پیش از وقت در اختیارش اینترنت میدی و هر رنگ استعمالی بخواه انجام میده و بسیار زود او چیزایی میبینه که نباید ببینه، او چیزایی را خبر مشنه که نباید خبر شونه. باید بچه در انگام بچگی از خود امو معصومیت از خود حفظ کنه تا از بچگی که ما تعلیمات قرآن و اسلام را میدوم از امزو بچگی اثر کنه بریزو. حالا یک بچه مثلا خدا نخواسته 10 سالگی 11 سالگی او رنگه که تکنولوژی را استعمال مونه، او فطرت پاک از خود خروتر پاک نمیله تا گبای اسلام برزو اثر کنه، گبی دین اثر کنه، تعلیمات علو بیت برزو اثر کنه. فطرت از او تا پاک نمومنه. کلان وجه کی شده؟ پدر و مادر، چون حوصله نداشته از امزو شروع مثلا اگر ای گریه مکده در اختیار ازی آیپد و تبلت و اینا قرار داده و مثلا ایم از امو ریزگی هرچی پیش موره استعمالش بیشتر مشنه و بیشتر چیزا را مفهمه و
کاش چیزای حقیقی را مفهمیدن، بلکه چیزای مفهمه که مضر است، زهر است، زهر قاتل است، روح از زیر فطرت از زیر از بین مبره. لذا این نکته را بسیار باید توجه داشته باشیم. نکته دیگه ما باید توجه داشته باشیم، ما زود مگم دیگه که انشاءالله جمع کنم این موضوع را میشه و قبل گبای دیگه هم گفتنی هستیم، برای جوانام گفتنی هستیم. خب موضوع دیگه ما باید انتخاب کنم بچه ما کدام ماحولی در خانه برای فرزندای خود قرار میدم. سلکین عزیزان، پیش از اینکه بچه بشنوه یاد بگیره مینگر یاد میگیره. ما خیالم بچه را ما نصیحت کنم بگم که گب یاد میگیره. از شنیدن که از یاد بچه که دیدن یاد میگیره. نگاهمون پدر و مادر از ما چی رنگ است؟ اگر در یک خانه پدر و مادر در وقت نماز میخوانه بچه مینگر نداره و ایمپورتنس نماز را مفهمه که نماز بسیار ایمپورتنت است. این آزی و علاماده در او نماز خوانده رایی است. اول موقع نماز بخوانیم بعد غذا مخوریم مینگر نه. خب بعد غذا بخوریم گشنه شدیم، لیکن پدر و مادری قدر ویلیو میده موقع نه اول نماز بخوانیم بعد غذا بخوریم. حتی مثلا مای رمضان است، مثلا مای رمضان است وقت افطار است موقع نه اول نماز خور بخوانم ولو تا نماز مغرب بعد بایم افطار کنم. خب بچه وقتی رو مینگر نداره و یاد میگیره. بعض اوقات ما دیگه چیز نشان میدم بچه را و دیگه چیز مگم، اینا در خلاف یک دیگه خموش نه. عمل ما دیگه چیز است لیکن در گپ ما دیگه چیز مگم. در عمل مثلا مگم، در عمل مثلا خود ما توجه نمیدم نماز خواندن را، در عمل توجه نمیدم مثلا خدا نخواسته روزه گرفتن را، در عمل توجه نمیدم راست گفتن را. لیکن بچه خو مگم بچه ما نماز بخوان، روزه بگیر، راست بگی. بچه در او دیده را یست پدر و مادر چی کار مونه؟ هر کاری او انجام میده این همه چیز یاد میگیره، این همه چیز کاپی مونه. دمی امینجی مثلا شما سلکین بعض اوقات ریزه بچه ها مثلا هنوز 2 سال عمرشان است یا 1.5 سال عمرشان است، ماتم هم نمیتونه باز هم دیست خوبال کده در سینه خو هم زیالا میزنه. چرا؟ دیگار مینگر نداره و ماتم کده رایی است. از دیدن این هم امور کاپی مونه. ما چی نشان میدم؟ بچه از شنیدن کده زیاد که دیدن یاد میگیره. ما در خانه خو چی رنگ استم کدام ویلیوز را رعایت منم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، مردما را کویگین طرف دین بغیر زبانای خو، یعنی که عمل خو. عملشم چطور است؟ امی خو چی دعوت مونه. عملشم چطوره؟ اگر عمل خوب بود دعوت مونه. یک پدری در خانه خوش اخلاق باشه، یک مادری در خانه احترام شوهر خود داشته باشه، ای بچه هم در خانه خوش اخلاق مایه و احترام پدر و مادر مونه. لیکن اگر مثلا مثال که طور پر در یک خانه شوهر احترام مادر را نداره، مادر احترام پدر را نداره، مثلا شوهر و همسر احترام یک دیگر را نداره، بعد بچه خورموگه بچه ما تو باید احترام بزرگار داشته باشی، تو باید احترام پدر و مادر داشته باشی، تو باید گبی پدر و مادر گوش کنی، موارچ موگی بگی چشم مودا خوبی تو موگی. بچه ای گبا حالیشی نموشنه او مینگر مادر ما چیکار کرده رایی است. در خانه ای که همیشه جنگ است بین پدر و مادر، یقینا بچه های ازی او فیلینگز را نسبت به پدر و مادر او رنگا نمیتونه داشته باشه، مگر ای که بسیار عقلمند باشه، با دین مثلا باید بالاخره کارایشونه ای متوجه شونه نه پدر و مادر احترام داره باید ما احترام از ناره انجام بدم. لیکن در اول نقدم یاد میگره مادر از مکت پدر ما چی رنگه باید چی کار مشنه. مخصوصا اگر زن و شوهر میخواه جنگم کنن که یک دیگه خوب گپ بگن، مسئله ایجاد شده و مسئله اگر زیادم شده میخواه یک دیگه خوبم جیغ کده گپ بگه قار شونه بر یک دیگه خوب کوشش کنه پیش بچه های خوب ای کار را نکنه. ای بسیار بد اثر میندازه. چطور؟ مثلا همسر زن برای شوهر خو قاره میخواه شوهر خو مثلا تنبیه کنه و سناو بیده و مثلا ده حسابش برسه. اگر روی بروی بچه خود خوی کار کرد
امو وقاری که پدر داره و امو ولایتی که پدر داره بر بچه از خود خو و باید بگه و بچه ها گوش کنه بگه چشم ای بچه دیگه او کار نمیتنه. پیش چی مزی وقاری پدر کم مشنه و کی کم کد؟ مثلا زنجی که ای کار انجام داده، بعد در نتیجه چی کار مشنه؟ ای بچه بزرگ مشنه. خب بابیزی که دشمن چی نیه دیگه، نصیحت میخواه کنه بچه من نماز بخوان اصلا بیخیال، روزه بگر بیخیال، که دوستای بد نگشت بیخیال، اصلا دقیقه میشه نیه، گبه گوش نمونه. کی کار زمینش فرام کرد؟ خب خودشان، خود پدر و مادر. پدرم هم زوالا اگر بی‌احترامی کنه کد زن از خود خو، محبت نده زن خوره و امثال از نا بی‌توجهی کنه و همیشه سبوک خیال کنه در خانه، او نه که در نگاه شوهر فقط سبوک است، در نگاه بچه هم زیوالا موشنه. ولی او تیم بسیاری موقع بچه ناراحت موشه که چر پدر ما ای کارمونه، لیکن در ناخودآگاه از اونا، در سب کنشیس از اونا ای چیز مایه که ما گبی مادر خو گوش کردنی نیم، گبی پدر خو گوش کردنی نیم. چرا می چیزا یاد داده از بچگی خود پدر و مادر. کونو دعاتا للناس بغیر السنتکم، امیرالمؤمنین علیه السلام میگن مردما را دعوت کنین طرف دین، طرف خوبیا، بغیر زبانای از خود خو، کد عملی از خود خو. از همه بیشتر بچه عمل انسان سلمونه، بچه عمل انسان سلمونه. ما بچه خو میگم بچه ما صداقت خوب چیز است، بعد انسان صادق باشه، راستگو باشه. بعد بچه میگرنه در مختلف جاها خود پدر ما چی کار مونه، خود مادر ما چی کار مونه. آیا مثلا یک ریزه نقصانی مایه بریشی درو، از خاطر از این نقصان راست موگه یا دروغ موگه؟ خب روی بروی بچه است دیگه. تلفن مایه مثلا اینا میخواه او طرفه بگه ما کجا هستم، میخواه پوت شونه از گرشین، نمیخواه ملاو شونه گذرر در بریشی، اصلا حال و حوصله نداره. اون موگه ما خانه تو مایم درو، خوش در خانه ششتم، موگه ما نیم ما سیتی رفتم. خب بچه مینگر نه که درو چی گفته رایی است. بعد بچه خو 1000 مرتبه بگم بچه ما دروغ نگی، دروغ بد چیزه، ایر گوش نمونه. اونمو یک دروغ از مردیده بچه ما و امور بریش عمل مونه، امور یاد گرفته. کونو دعاتا للناس بغیر السنتکم. یا مثلا قرآن هم موگه اتامرون الناس، آیا شما مردم امر مونین به کارای خوبی و خودشم انجام نمیدین و انتم تتلون الکتاب، در حالی که کتاب میخوانین، در قرآن میخوانین، خودشم امر مونین به خوبی لیکن عمل نمونین، یکی اثر نمونه. یا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا او گبایی موگین که خودشم عمل درو نمونین، انجام نمیدین، او گبا را گفته رایی هستین. بجایزی که مثبت اثر کنه بسیاری موقع منفی اثر مونه. امی گب سبوک مشنه. ما بچه خور مگم بچه ما نماز بسیار خوب چیز است، گب گفتن که خدایا الصلاة معراج المؤمن، الصلاة عمود الدین، صلات نماز ملاقاتگاه مؤمن است که پروردگار شی، نماز پیلر دین است و امثال از نا. بچه خور مگم لیکن خود من نماز نمیخوانم. امی گب از ما باعث مشنه نماز سبوک شونه. اون که هوشیار است دیگه، مو بچه را نادان خیال نکنی، بچه بسیار هوشیاره. و فوراً در ذهن از خود موگه تو اگر مثلا این قدر موگی نماز خوب چیز است، خود تو چرا نمیخوانی؟ خود تو که نمیخوانی معلوم است که نماز تر خوب چیز نیه، نه که خود تو میخواندی اول. کد عمل از خود خو یاد بدم. مثلا یک بچه را اگر میخوایم با ادب شونه، حتی بچه از خود خو در انتظار نباشم همیشه ما با این بچه خو بگم بچه ما نمادم همیشه سلام کن و با بخور خو، ای کار نکنیم، بلکه عادت کنیم مو که رفتیم بچه خور اول سلام کنیم. امی که خانه رفتیم بچه نگاه مونه، آیا پدر از ما مادر مر خب همیشه منی سلام چیه؟ منی سلام ایه سواره پیاده را سلام کنه، باید پیاده استاده را سلام کنه، استاده نشسته را سلام کنه، کسی گوجای مایه او سلام کنه اول، مستحبیه. توقع نباشه. مثلا عموما توقع چیه؟ ما یک استیتسی پیدا کردم گاڑی دارم، او کسی که سر سایکل باید اومر بگه حاجی صاحب سلام، ما بگم علیکم سلام. ای من اسلامی تنیه، اسلام برعکس ازیه. اسلام
کسی که در جای بالسته و تاتر را باید سلام کنه اول. و این علت داره. علت همیه که عملا کت سلام چی کار مونه؟ امو تکبر از خود میده مونه. تکبر خو میده مونه. خود از او جایگاه میره تا. خب کس وارد خانه که مشنه و توقع داره همیشه زن ممر سلام کنه. بعد مای خانه زن مای سلام منشره و بچه خو تو چرا سلام نگدی مرا؟ حال شاید او از اوجه تر شروع سلام کنه. لیکن این چیز ادب یاد نمیده شیر داره. ادب اگر میخوایم یاد بدون بچه خود خوره، امی که وارد خانه شدم خواه زن باشه بچه باشه بسیار کد محبت ما سلام کنم. بعد بچه منگر نداره و بریزی فرق نمونه ای کلان ما ریزه استم. نه یک کاری انجام میده که کاری خوبیه او خود به خود یاد میگره. ای گبره ادب کد عمل خو یاد بدم نکد گفتار. بله گفتار باشه بعد از عمل، نکد گفتار فقط. اگر عمل مبود گفتار از من تاثیر داره، لیکن اگر عمل نبود گفتار اثر نداره. ای که هیچ اونا که عملای انسان منگرنه عجیب است. از این که بالتر یک مطلب دیگه برای شما بیان کنم. یک صلوات بخوانیم بر محمد. اگر کس عملی بد آدم بینگرنه با انسان همو چیز دیگر من نکنه ای که اثر نداره هیچ. از این که بالتر اگر عمل آدم خوب نباشه گفتار انسان او تاثیر رم نداره. او تاثیر نداره. چون اثر در کجا مشنه؟ بر ظاهر نه، اثر همیشه بر قلب مشنه، بر دل مشنه. و قلبم جایی است که از این عالم ظاهر حالا او رنگ ربط نداره. قلب هر چقدر چون یک امر روحانی است. قلب سے مراد دیگه می دلی که منی بدن ماست نه. قلب سے مراد منی قرآنم قلب مگا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. امو روح شی، روح انسان، باطن انسان، معنویت انسان، حقیقت انسان. خب حالا اگر چون قلب یک امر باطنی است، روحانی است، معنوی است، اگر ما عمل کرده باشم بایم نصیحت کنم، عمل از ما کد نصیحت از ما یک است، قول و فعل از ما یک است. ما منی گفتاری از خود کد عملی از خود که یک کدام صداقت دارم، صادق استم. چون صادق استم این نورانیت داره بر قلب اثر مونه. قلبم یک امر نورانیه. لیکن اگر این کار انجام ندم خالی از ظاهر از زبان بدر مشنه بر قلب اثر نمونه، بر قلب اثر نمونه. لحاظا منگرنیم باز اوقات مثل بنداوری مجلس بری مجلس میخوانم خدا نخواسته سیلگانی میجه سر نکنه. یک نفر اگر ایلی عمل باشه مختصر گپ مگه زود اثر مونه، زود اثر مونه. گبی که از دل بدر موشه در دل مایه. گبی که از دل بدر موشنه در دل میرسه. کدام موقع از دل بدر موشه؟ که خود از ایلی عمل باشه، خود چی انجام داده باشه. لحاظا در خانه اگر ما خدا نخواسته عمل ما رست نیه، باید بچه از خود نصیحت منم ای رست نتیجه نمیده. باید برای ازی که ما بچه خود رست تربیت کنم خود ما خوب باشم، اخلاق ما خوب باشه. در خانه هایی که زیاد جنگ و دعوا و امثال از ناسته بچه ها خشین مایه، بچه ها خشین مایه، بی‌حوصله مایه بیشتر. خانه هایی که آرام است بچه ها آرامن. چون بچه ها یاد میگیره هر روز داره و زندگی که داره ای است که پدر و مادر از خود عمل از اونا رو مینگر نداره و یاد میگیره. چقدر باید ایمپورتنت باشه بچه ها برای آدم ها. ما میشناسم کسانی را بچه هایشی از اون روزی که در دنیا آمدن نماز خواندن شروع کردن، خمسده شروع کردن. یکی از عزیزان دیگه شهر بود بندر یک دفعه میلاو شد گفت ما میخوایم تا هنوز هیچ سرسال در زندگی خود نداشتن. بعد گفتک ما میخوایم سرسال داشته باشم، ما میخوایم تمام حساب کتاب کنم سرسال داشته باشم. بنده رفتم کمک کنم شیره مثلا چی رنگ سرسال میتونه بیله. بعد خود چی گفت؟ خانوم از ما باردار است،
ما نمیخوایم بچه ما در دنیا باید و او رنگ مثلا غذاها استعمال کنه که ما مثلا خمس از او را اصلا نداده باشم. ما خوشم آمد، گفتم چقدر ازیال بچهش هنوز در دنیا نماده. احساس ذمه داری مونه که ما یک پدر هستم، برای بچه از خود کوشش کنم مثلا هرچی از دست از ما هسته بهترین ها را فراهم کنم. خب حالا بچه ازی بنده خدا 8 سال ظاهرا 8 ساله شده، 7 ساله 8 ساله. 1-2 سال پیش ما دیدم اینقدر خوب بچه، اینقدر با ادب، اینقدر بهترین، از یالی نماز میخوانه، شوق داره زیارت بوره. بعد خداوند متعال یک دخترم داده، دخترش هم زیوالا، بسیار با ادب. در از این شهر نیه، در دیگه شهر است من استرالیا. در کلی همزو جایی که مثلا مورد امو مجلس که مورد شرکت مونه تمام خبره میشناسه. همیشه موقع اگر اگه روز بچهش نماده باشه موقع اور کجای چرور نورده، تمام دوست داره، شیر ادبش دوست داره. خب یک عام آدم که خبر نباشه پس پشت از این چی کار شده و ایران مورد بچه چطوری رنگ با ادب آمد. بنده که دیدم این آدم را مثلا قبل از اینکه بچهش در دنیا باید فکری بچه خوب بود و عملا از خود میگنید کجا ما مشکل دارم، کوشش کرد اصلاح کنه و اصلاح هم کرد. امروز بچهشی واقعا بسیار خوب بچه. 1-2 سال پیش ما دیدم شیره، تعریفش هم شنیدم، دیدم شیره واقعا بسیار با ادب خوب. خب از کجا شروع میشنه؟ از خود ما خود باید عملا انجام بدم تا بچه های از مازی والا باید. بله کم بچه هست، حتی پدر مادر هر چقدر خوبم باشه دیگه اختیار داره. خدا که اختیار نمیگیره از گیر انسان، و از اختیار از خود خصونی بدی موره بوده. مثلا فرزندی حضرت نوح علیه السلام هم بوده، مثلا فرزندی یا بعضی از نوسای امامان بودن، از ترک بدر شدن. خب من ایزو کوتاهی پدر نبوده، اختیارم داشتن اینا. خدا که اختیار را نمیگیره، لیکن اکثرا اگر پدر و مادر عملش خوب باشه بچه ها یاد میگیرش. اکثرا یعنی 90% این چیز است. 10% باز ما مرکز اختیار داره. او ترم داشتیم پدر و مادر مثلا بد اخلاق بوده، خوب نبوده، مثلا امثال از نه فرزند بسیار خوب شده. معاویه ابن یزید فرزند یزید بوده، عملش بسیار از پدرش متفاوت بوده، بسیار زیاد متفاوت بوده عملش. کسی بوده که بر منبر وقتی معاویه لعنت الله علیه لعن خاک بر دهنم، حالا اینا رو بگیم تا تاریخ چی شونه، لعن را شروع کرد خاک به دهنم بر امیرالمؤمنین که حقیقتا بر ذات پست خودش لعن مشد درو. بعد در زمان یزیدم بود، وقتی معاویه آمد برای 1 سال معاویه ابن یزید، نوسه معاویه و بچه یزید، وقتی او آمد این لعن را ختم کرد. گفت دیگه هیچ کس حق نداره از بر منبر لعن کنه علی ابن ابی طالب علیه السلام را. خب ایرانگم داریم، لیکن اکثرا 90% از پدر و مادر خیال میگیره. پدر و مادر چی رنگ است، ماحول چی رنگ داده مشنه. تنها پدر و مادر هم نیه، بعضی موقع پدر و مادر خوب میگنی خدا نخواسته یک ماحول دیگه میلاو مشنه شنار ماحول بد. حالا اول نه چیزی بود که اینترنت و تکنولوژی رو ما باید محدود کنم برای بچه های ریزه. دوم در خانه خود میل عمل باشم که عمل از خود خیاد بدم، هر چقدر خود ما رعایت کدم امو قدر بچه ما یاد میگیره. سوم فقط اینجی نه بلکه نگاه کنم که کیا ما رفت آمد دارم، دوستای بچه ما کیا، کجا مورا اسکول مورا کد کی دوست جور کده. ما اگو جای رایمونم مثلا بچه ما سوکر مورا یا اگو جای مورا من اگو اسپورتس هسته بینگانم دوستایش کیا اونجی کد کیا مورا مایا. اونا بسیار روی ازی اثر داره. در یک عمر وقتی بچه میرسه از 10 سال بعد، مثلا 10 سال 12 سال بعد دیگه اثری پدر و مادر ختم مشنه ازی بچه، کم مشنه، بسیار کم مشنه. اثری کیا ماه زیاد، اثری ماحول، مخصوصا دوستا، اثری دوستا بر ازی زیاد مشنه. یک پدر و مادر باید نظارت داشته باشه بچه ما کجا مورا کتکی تاوبال مشنه. امیتا دامان خدا ایله نکنم و هم دا اینجی که هر طرف ماینز بچاو استه.
هر طرف ماینز بیچاوه که اگر پای خویشت برای گوشی از بین مبره، نابود مونه شیر، حقیقت شیر، فطرت شیر، روح شیر از بین مبره. خطرناکتر است از که جسم یک کس را از بین ببره. روح یک نفر از بین رفت، خدا نخواست یک تصوری کنیم بعد فرزندای ازی چی مشنه، بعد فرزندای ازو چی مشه، تا روز قیامت او امانت الهی که ولایت اهل بیت طاهرین علیهم السلام است، اجداد از مو قربانیایی داده از مو رسنده. ما کد کم توجهی از خود خمایم کاری انجام میدم مینگرنیم خدا نخواسته بچه رفت از راه بدر شد، تا قیامت دیگه اینجی کس نیه که دست از زور بگیره واپس بیره. اگر یک دفعه رفتوی دیگه واپس آمدو دیگه امکان نداره مگر که معجزه شونه. و این رنگ معجزه هم گفتم قانون الهی برازی است که قرار ده معجزه پیش نمبره. بله مشنه لیکن بسیار کم. از والا معجزات مشنه یک نفر از غرق دریاو که در او غرق شده را یا از دلدل بدر شونه، مثلا اگو کس باید دست چی بگیره بدر شونه، کمه. این رنگ بسیار کمه شدور مشنه. خب ما توجه کنم چی ماحول فرام منم. ماحول اسکول بسیار اثر داره، به انتها اثر داره. عرض کردم بچه تا یک حدی از پدر و مادر، خصوصا شروع سال هاست پدر و مادر زیاد متاثر هسته. هر کار پدر و مادر شمونه فالو مونه شیره، پدر و مادر فالو مونه، من ایزو کارا تقلید مونه. کم کم بچه وقتی اسکول مورا و دا اسکول کم اتچمنت پیدا مونه، دوست و ماحول و اینا، دیگه زیاد از پدر و مادرم گوش نمونه، از اونا یاد میگیره. دیدین وقتی بچه کلان مشنه 8 سال 9 سال وقتی ریزه است و رنگا آرگیو نمونه، لیکن وقتی 8 سال 9 سال شد آرگیو کدو شروع مونه. تو چری تر کدی بابی دوست از ما دوست مر که آیپد میداد رو تو چری تر مون، او که اینترنت داره تو چر ازی والا. ما ایس اختیار خود ما دیدم دیگه در خانه خودی بنده بچه حالا مثلا مو حالی که در مشهد هم هستیم خانه تیوی که اصلا نیه و بچه هیچ رنگ آیپد و تبلت و هیچ چیز نداره. بعد در کنار ازو دیگه چیزا قرار دادیم بریشان، مسلسل سویمینگ مبروم شناره، مسلسل مثلا مختلف تفریح ها و امثال از اونا هست، کتاب ها زیاد دارن، کتاب میخوانن و اینا. بعد مشکلی که ما برخورد کرده بودم مخصوصا اون زمان که اینجی بودم، این مشکل را در خانه که برخورد میکردم خود ما، بچه ما میشه میمد شکایت میکرد بچه همه خوب بچه که نمفهمه چی ضرر داره این تکنولوژی برشی. کسی که پدر است ذمه دار است، کسی که مادر است ذمه دار است تصمیم بگیره. بچه 5 ساله که دیماند مون از انسان، بچه 8 ساله 10 ساله دیماند مونه، او نمفهمه داره او چی آتیشی است که روح از مرد درد داره یا داره. باید درست مدیریت شونه دیگه. اینجی که سخت بود برای از ما الحمدلله حالا دیگه این سختی اونجی ختم شده. ای بود که مثلا وقتی اینا ما رفت اسکول دیگه رو مینگرنید آیپد و موبایل و تبلت و تمام چیزا تکنولوژی در خانهشان آزاد. بعد میمد شکایت کردن از ما شروع میکرد، میگفت بابی اونزو اینی چیزا میده تو چر نمیدی. این رنگ دیل کردن برای از ما بسیار سخت بود، چون ما خبر بودم ما این بچه رو چی بگم. گفتم نمیتونم چی ضررها داره چون بچه هنوز نمفهمه، و از دیگه طرف چی رنگ سمجاو کنم شیره. واقعا باز اوقات انسان میخواه مثلا مشکلات ایجاد نشنه چی کنه مینگرنی یک مسئله دیگه امی که ارز کردم از والا رایشی چیه؟ رایشی ما سیل کنم رفت آمد کد کیا دارم، کجا رایمونم بچه های خود کدام اسکول میخوانه، اونا چون اثر مونه بر بچه های انسان، زیاد اثر داره بر بچه های انسان ماحولشان. اگر در یک جای رایمونم که پابندی هیچ چیز نیان، کم کم اونمو اثر کده موره بر بچه انسان. برعکس یک جای دیگر رایمونم مثلا اونجی ارزش های دینی حاکم است، خوبو بیشتر اثر مونه، خوبتر اثر مونه. بعضی از عزیزان از مو برای بچه های از خود هوم اسکولینگ اپلای کردن، بعد مثلا اینجا در سیدنی هم شروع شد، حالا ما 2 سال پیش شروع شده ادامه داره. اونا او رنگه که ما
آخری دفعه گپ زده بودم فیدبکی که داده بودن خودونچان میگفت خوب نتیجه گرفته رایی هستیم ما، بسیار خوب نتیجه، هم از لحاظ اخلاقشان حتی از لحاظ خاندویشان هم خوبه، لیکن بیشتر از لحاظ اخلاق هم خوب نتیجه گرفته رایی. کسانی که میتونه لاقل پبلیک اسکول رایی نکنه بچه های خوره، چون معلوم نیه چی کار شده رایی. اگر رایی هم مونه توجه داشته باشه که چی کار مش نداره و مسلسل کد بچه از خود باید گپ ده یا متوجه شونه چی خبره. خب سرمایه وجود از مو همی بچه های موه دیگه، امزی والا دامان خدا نیلیم، مخصوصا بعد از این قانونی LGBT ما همزی والا دامان خدا نیلم بچه خوب را هر کارشونه شونه دیگه مسلسل گپ گفته رایی استه، ما شیشتا حوصله نمونم که بچه خو گپ نموگم، بچه خو یاد نمیدم دیگه مسلسل گپ موگه برو بدر مشنی قدر ادورتایزمنت همی چیزا هسته، خجالت میکشه انسان. کت خود ما پیش آمد، من یه گاڑی بچه های ما بودم آدم پشت یک بست مثلا ادورتایزمنتی امی چیزا خجالت کشیدم همونجی کی بچه ها مثلا 6 سال 8 سال اینا مثلا چی مزو مفته برازو مینگرنه یاد زین چانه گو چیز باید. خوبم زیالا دامان خدا را این نکنم بچه خور گپ دیم کچان حوصله داشته باشم، سرمایه وجود از مو این امینا است، بچه های از مو است، مواظب باشم، چند برابر مواظبت کنم، خالی نگم ها والله بسیار بد شد بسیار بد قانون، نه کوشش کنم یک کاری کنم لاقل ما ذمه داری بچه های از خود خواستم اونا را حفظ کنم بیشتر کوشش کنم. واقعا مسئله زینی ما برم در مسجد یک نماز بخوانم، مسئله حیاتی بر فرزندای از ما. وقتی ما برم مسجد بچه های خوام که از خود خمو برم او که ماحول دعا نماز قرآن و الا در مسجد بیشتر کیا ماین ایلی نماز ماین ایلی خدا ماین که از اونا آشنا مشنه. وقتی آشنا شد امو ماحول یاد میده شیر مو مسلمان هسته، مسلمان خالی در نام کی نیه که در خانه بگم مو مسلمان هسته مو شیعه هسته، ما مسلمانی را پرکتیس مونه که مسلمانی یعنی نی حوصله کنم وقت بدر کنم. چقدر حیفه واقعا بریزی که مساجد سنیا را آدم مینگرنه صوبم نماز جماعت شان پور بنده که مثلا در میریلندز میششتم بعد از اونجا میمادم گیلفورد صبحام برای نماز جماعت میمادم دا واپسی از گیر یک مسجد تیر مو شدیم پیشی پارک است، ای طرفی پارک دوستایی که گیلفورد است خبره یک مسجدی است اونجا زیل سنت فول پر مو شد و ریزه بچهای خود دستایشی گرفته میمادن اونا یک جماعت نه دو سه جماعت مو شد، یک جماعت پر مو شد میخوان بدر مو شد دیگه میمادن جماعت میخوان اونا بدر مو شدن ریزه بچهای خود صوب زود دستشی گرفته آوردن در جماعت استکدن. بچهای اونم سونمزی قوانین نموره بیشتر محفوظ مومنن چرا پرکتیس کده رایی مسلمانی را گرچه او اسلام را زیل و بیت طاهرین علیهم السلام نگرفتن لیکن امویی که خیال منامی درست است امور پرکتیس موننده را دستی بچه خو گرفته میره. حالا در ویسترن سیدنی مصیبتیه افسوس انسانی ما در ویسترن سیدنی شاید مسجد امام علی اورنگا است در گیلفورد که نماز صبح هم در شده رایی است 2 سال تیر شده از 2 صف زیاد نموشنه از مثلا 12 نفر 15 نفر زیاد نموشنه چی برسه یک انسان بچه خور گرفته دست چی بیره ده اینچی ما خالی اگر در نام بیلوم که در نام مسلمان استه در نام شیعه استه باید پرکتیس نکنم مسلمانی را و بچه خود پرکتیس ندم ایکی نموشنه یک میچ مورا بازی مونه بچه بریزو چند ماه باید پرکتیس کنه در سوکر مثلا رایی مونی بچه مورا میچ بازی مونه میچ همزی والا خوب بازی نمونه برای دایرکت رفته پرکتیس اگر رفت بازی کردن فیت مشنه پرکتیس مونه اویی که در پرکتیس هسته خوب میچ بازی میتنه کلانترین میچ اینجی بچه از مو جوان شد بازی مونه میچ زندگی از خدا نخواسته اگر میچ بیدد روح خور بیدده زندگی خور بیدده ما اور پرکتیس ایش نمیدم امزی والا در رینگ تامونم شیره
یک کسی مثلا باکسینگ بازی مونه چقدر پرکتیس مونه، سالها پرکتیس کرده تا اومای در رینگ تموم و از بعد درست مثلا میتونه بازی کنه. تازه اگر درست بازی نکرد چیکار مشنه؟ زیاد سے زیاد یک چند مشت میلگه، مثلا چی مشنه؟ ناکاوت مشنه، جسمشی اوگار مشنه. در خطرناک ترین رینگ داره بچه از موتا شده رایی است که خدا نخواسته اگر بیدت ایمان خور میده از دست، روح خور میده از دست، فطرت پاک خور از دست میده، برای از ما پرکتیس کراویش نمونم بچه خور. عرض کردم مسجد ما دو تا نماز خواندن نیه، ما بگم ما یک نماز میخوایم ثواب میلاو مشنه مثلا، نه، مسئله ثواب نیه، مسئله حیاتیه. مسئله ای است که این کارا اگر ما انجام ندوم خب بچای خور نیروم، بچای یاد نگرن، پرکتیس نکنن، یک زمان اینا بزرگ مشنه، آمادم نیه، خدا نخواسته میچ زندگی از خود خوره میبازن، تمام چیز را میدن اینا است. قصوروار کیه؟ بعد از او بعد بچه 20 ساله 22 25 ساله ما ملامت کنم و مر چر ملامت مونی؟ ما که گناه ندارم، اگر بفهم امیر موقع آخرش و ما که مثلا اون زمان تماما در اختیار پدر و مادر بودم، اونا که اصلا توجه نکردن، در کار مصروف بودن، در زندگی شخصی خو مصروف بودن. چی عجیبه بعض اوقات ما برای برده پارتی ها از نا چقدر برنامه ریزی مونیم، لیکن اصلی ترین چیز که روح است، ایمان است، حقیقت است، اور توجه نمیدیم. بچه ما چی بوبشه، چی بخوره، برده پارتیش ما چی بگیرم، در ویکندز مثلا کجا چکر بوریم، بچه ما کجا بوره، کدام کلب بوره، کدام مثلا اکیدمی بوره و امثال اینا رو سوچ مونم. از تمام کده اهمترین چیز که امانت الهی، توحید و ولایت اهل بیت است، برای ازو برنامه ریزی نمونم. خوب همی دلیل دیگه تعارف نکنیم. اهل سنت در یک گلفرد 3 دانه مسجد داره، تمام شی پر مشنه و همسوب تیم. مثلا امی مسجدی که هر روز ما مرفتم میمادم میدیدم، موها 2 سال تیر شده 10 نفر 12 نفر 15 نفر. خوب اگر سخت است چرا برای از اونا سخت نیه؟ اگر ما کار دارم اونا چرا کار ندارن؟ پس معلوم میشه اونا توجه میدن، ما توجه نمیدم دیگه، ما توجه نمیدم. خود به توجهی زدم. یک مثال گفته بودم شما را قبلا، ماهی چرا شکار مشنه زود؟ ماهی مینگرنه مخره یک چیز را. واقعا ما جای تعجب بود برای از من. یک 2-3 دفعه رفتم که دوستا ماهی گرفتو، بعد اینا ماهی مینگرنه اینج در او شکار شده رایی هسته، بعد دوباره مونا ماهی مورا 2 تا مونا واپس ماهی. بعد انا متوجه شدیم که شورت ترم میموری داره، از یاد چی مورا زود مفهم خطره کم طرف رفت دامان اماد واپس از یاد چی مورا خطره بود، واپس مورا همو چیزا دهان میزنه. یا مثلا کفتر چر برای کفتر مشهور است ای مثال، موقع کفتر چر زود شکار میشه، در مقابله کفتر دیگه پرنده ها حتی یک چغوک را پیشی زود شکار نمیتونه، چغوک ریزه لیکن زود در شکار پیشی نمایه. کفتر بسیار زود شکار میشنه، مشهور است. موقع چرا شکار میشنه؟ از این خاطر وقتی پیش شیر مینگنه چیمای خور بند مونه، چیمای که بند مونه پیش از این تاریکی میشنه دیگه پیش شیر نمینگرنه، خود خیال مونه پیشی هم بر نمینگرنه. مو خطره را واقعا احساس مونیم، اونایی که پدر و مادره روی برویش یه خطره. 10 سال پیش والا پدر و مادرها که مثلا 10 ساله بوده بچهشان 15 ساله بوده توجه نداده، امروز 25 ساله شده تمام مینگرنه چی خبره. و بچه از ما امروز 5 ساله 10 ساله هسته، اینمی خطره 10 سال بعد برای از ما مایه، اینمی نتیجه. لیکن ما چی مای خوب بندمونم، چی مای خوب بندمونم؟ نه انشالله که شاید خبری نباشه، مصروف هستم در زندگی از خود، خو همو چیزایی که برای از ما ایمپورتنت است دمزونا مصروف هستم. ما باید این 3 نکته رو گفتم، نکته های دیگه برای تربیت اولاد است دیگه. میخوایم از این موضوع بدرشونم.
و بریم طرف جوانا انشالله. حالا اینا که فقط دمی شوهای مای محرم مخالی موضوع رو بشنویم، بلکه در طول سال دیگه کار کنیم. ما یک معمولی کار مورم انجام میدم، پیش از اون مورم کار یاد میگیرم. بعضی از فکتریا دوستا مورن کار مونن، از او پیش چند روز مورم ماشینا رو یاد میگیره، این ماشین چی رنگ کار مونه، اون ماشین چی رنگ کار مونه. خوب روست یاد میگیره، از او بعد مورا کار کدو شروع مونه. یکی از کلانترین کار می است که فرزندای خود تربیت کنه، چون انسان رو تربیت مونه داره. خب برای زو باید آگاهی خو انسان زیاد کنه، یاد بگیره چی رنگ فرزند تربیت مشنه. موز خود پرسان کنیم، مثلا ما یک فرزند، دو فرزند، 4 فرزند انشالله خداوند متعال منی در عمر فرزندای تمام شما عزیزان اضافه کنه و صحیح و سالم و صالح قرار بده انشالله فرزندای تمام را. خب حالا فرزند داریم، تا امروز یک کتاب برای تربیت اولاد خواندم چی رنگ تربیت کنم، یک سیریز مثلا مجالس گوش کردم چی رنگ تربیت کنم. خب یکی بسیار ایمپورتنت است، بسیار لازم است. خود ما دنبال چی باشم، خود از ما اگر دل خونه سوزانم برای فرزند از خود، خود کسی دیگه ماده دل خونه می سوزانه. مادری که قدر محبت مونه اگر دل سوزی بچه خونه باشه، در انتظار نباشه کسی دیگه دل سوزی کنه، حتی آجی آقا نه. بله آجی آقا و امثال اینا وظیفه داره، وظیفه خو انجام بده، لیکن مادر خود دلسوزی باید کنه، پدر خود باید دلسوزی کنه. اگر اینا دلسوزی نکنه، خب در انتظار نباشه کسی دیگه. پاره تن از خود مست، معصومه، معصومیت داره، از دست از خود هلاک نکنم فرزند خوره. برای ریزه ترین چیزاش سوچ مونم، از تمام قدر زیاد ضرورت داره برای ازو سوچ نمونم. ایمان چی حفظ شونه، چی بخوره چی بوبشه، و برای از اینا سوچ مونم. لیکن یکی ایمان چی ده چی رنگ باشه، عمل چی رنگ باشه، اخلاق چی رنگ شونه، محبت امام حسین باشه در دل یا نه. اگر سوچ نکنم دیگه واقعا جفا کردن است. انسان که فرزند خود جفا مونه و ظلم مونه در حق فرزند خود. انشالله شما تمام که دیگه اصلا کوتاهی نمونین. حالا بیشتر هرچی خوبم است انسان کوشش کنه خوبتر شونه، جای است مزید خوب شونه. حالا اینجا مثلا در مجالس فرزند از خود دستش گرفته میرین، کاری بسیار عالیه، عالی تر انجام بدیم انشالله، کاری بسیار خوبه، خوبتر انجام بدیم. امزی حالا فرزند خود اگر هر روز نمیتونم لااقل چند روز در هفته مسجد ببرم. اسلامیک سنترز، اسلامیک سکولز در حالا سیتردی سکول یا مثل امام علی سنتر که 2 روز مثلا اسلامیک سکول داره. فیلال که نه دیگه، فیلال چی نموشنه آخری سال بعد دوباره چی موشنه انرولمنت میتونیم کنیم ببریم اگو جایی مثلا فرقی هم نمونه. بارها بنده از امزی منبر گفتم برای از ما فرق نمونه شما امام علی سنتر بچه خو میرین یا گو سنتر دیگه میرین، هدف مهم است. هر جای برده میتونین همونجا ببرین، هر جای برده میتونین. بنده ایگه بار نمگم امام علی سنتر رشونه و مثلا بعد نه، اصلا این چیز مهم نیه برای بنده، هر جای برده میتونین. مهم هدف است. کجا هدف خوب انسان ده هدف میرسه. اهل بیت سنتر ما میتونیم بچه ها خدا اسلامیک اسکول چی ببرم، اونجا اگر بچه های ما روز تربیت مشنه خانه من نزدیکا برای ما آسانه اونجا ببرم. کس کمبل تاون زندگی مونه مثلا امام مسجد امام مهدی مثلا برده میتونه اونجا ببره. هر جای به شرط که ببرم بچه خود تربیت کنم، خوب تربیت کنم. چی بهتر حالا اگر در امام علی سنتر بیرین عزیزانم خوشحال مشنم، وظیفم داره انشالله که کوشش نه وظیفه خود روست انجام بده. آج آقا ابرار محمدی که حالا فعلا تشریف نداره و در طول سال است، بنده شخصا میشناسم، هم مخلصن هم بسیار پشتکارن، هم اینجا بزرگ شدن، خوب عمل مونن.
بچلرز خواه من سایکولوژی کردن. خوب کد بچه ها چی مونن؟ خوب بچه های خوب بیریم کد از ناشناشونه از آقای شیخ ابراهیم بخوایم توجه بده که میدن بیشتر از یو هسته که بچه های مو اسلام را پرکتیس مونه و واقعا داینده یک مسلمان واقعی و پرکتیکل درست شونه انشاءالله. یک صلوات بخوانیم در محمد و آل محمد. یک صلوات دیگه بخوانیم بر محمد و آل. خب حالا اینا بچه ها با جوانا. جوانی بسیار عجیب عمر است. از یک طرف احساسات انسان بسیار غلبه داره بر انسان. احساسات انسان در جوانی در اوج از خود خمایه بسیار زیاد مشنه. از دیگه طرف تابالی ورنگه اتچمنت نداره که دنیا آزادتر است از اونایی که پیرمرد شده، از اونایی که بزرگ شده، از 40 سال زیاد شده. مثلا گاه بنده مگفتم از 40 سال شده، از 40 سال زیاد شده خود خور دامان مینگرنیدم. حال دیگه تقریبا 37 سال عمر دارم، خودم دلم میلرزه وقتی که برموگم. لیکن خوب حقیقت همیه جوان تا موقعی که جوان است آزادتره. از دیگه طرف احساسات و جذبات شم بسیار در غلبه. امزو خاطر شما سیل کن یک جوان بسیار زود عاشق جور مشنه. کسا مینگرنه موگا کد اول نگاه دیگه دل ما رفت، دل باختم. اگو دنه 50 ساله 60 ساله 70 ساله را نمیشناسم. ما خو نمیشناسم. آماده گفته باشه حاج آقا ما بیچاره کدم خود خورد. چر چی شده؟ در درگز مبتلا کدم، هیروینی شدم. او چر هیروینی شدی؟ عاشق یک مثلا خانم شده بودم نرسیدم رفتم درگز کشیدم. نه این کار نمونه. لیکن جوان در جوانی زیاد امکان داره خدا نخواسته ای رنگ مبتلا کنه خود خوره، چون جذباتش بسیار غلبه داره در جوانی، زیاد غلبه داره. بعد در کنار از ایثار داره، قربانی داده میتونه. یک جوان بسیار زود قربانی داده میتونه. چرا؟ چون تابالی وابستگی نداره، اتچمنت رو تا پیدا نشده. زود میتونه از چیزا دست قبال کنه اگر بفهمه حقیقت چیه. امزو خاطر جوان بیشتر هدایت مشنه، بیشتر حق را زود قبول منسونی، حق مور زود. کس باید تا 40 سال از خود بر یک نظریه باشه، بر نظریه باطل. اگو نظریه باطل بعد از 40 سال بسیار سخت است و نظریه باطل ترک کنه، بسیار سخت است. یک جوان بسیار زود دستبال مونه از نظریه باطل. اونایی که شیعه شده، حتی اونایی که مسلمان شدن، شما نگاه کن اونایی که میشناسین، بنده میشناسم بسیار یاره و شنیدم هم از دیگه، بیشتری از نا 70% از نا جوان بودن، در جوانی خوش شدن. امی که متوجه شدن فوراً تبدیل شدن، فهمیدن، چون اتچمنت ندارن. ایثار میتنه، قربانی هم داده میتنه. اگو پیرمرد آدم تابالی شنیده مثلا پیسه شیامات $5000 دوستا برابر شده گرفت تمام شوراو کد برای دوستای خو. این کار انجام نمیده. یک 40 ساله 50 ساله این کار انجام نمیده که بعد تمام پیسه مثلا 2000 رفت هتل برد، اگه گو 5 استار هتل برد تمام بولدالی کد پیسه را خرج کد. لیکن جوان بسیار در قراری کار انجام میده، چون جوانه زود تیر مایه. اگر ما می جوانی خود درست بفهمم، درست بشناسم، درست استعمال کنم، خدا شاهد است انسان چقدر پیش حرکت مونه، چقدر پاکیزگی میتونه بیرمنی خود در ایام جوانی. اگر ایام جوانی بر شد اتچمنت بسیار زیاد مشنه، از او بعد نمیتونه انسان در قراری دست بال کنه از اینا. بله در ایام جوانی خو اگر دست بال کده بود امور میتونه ادامه بیده، زیادتر هم مشنه از او بعد. لیکن ایام جوانی خو اگر درست تیر نکد بعد اچانک باید 45 سالگی 50 سالگی بخواه شروع کنه، بسیار سخته بریزی. نه که
عاقلانه اگر آدم سیل مونه، خب 50 سال چقدر آینده احتمالا عمر مونه؟ افریج عمر مثلا مثال کے طور پر اگر 75 سال باشه، خب 25 سالی دیگه. یک جوانی 20 ساله چقدر عمر مونه؟ 50 سالی دیگه. باید ای بیشتر تعلق داشته باشه که ما بیشتر استفاده مونم. لیکن برعکس ای تعلق نداره، یک کسی که ده از او جای رسیده بزرگ شده و تعلقش بیشتر شده. خب جوان این خصوصیت را داره. تنها مشکل چیه؟ تنها مشکل ای است، دو چیز. یک لا علمی معرفت کم است. لا علمی چون معرفت چی کم است، عاشق امام زمان علیه السلام شده نمیتونه. جوان اگر امام زمان علیه السلام را درست بشناسه بسیار زود نزدیک مشنکد. امام حسین علیه السلام را اگر بشناسه و خوب بشناسه بسیار زود نزدیک مشنده امام حسین علیه السلام. بعد چون نزدیک شده جوان است، زودم از دیگه چیزا دست خوبال مونه، زودم دیگه یوترن میگیره از یک بلوک چیزا، اصلاحی از این مشنه نسبت ده یک کسی که ده جوانی خوی کار نکده. اینجا هم که اکثر جوانن دیگه، دوستا اکثر جوان هستن، ظاهرا 70% دورن که ما احساس مونم بیشتر از 70% جوانه. نیلیم وقت تیر شونه، هرچی میتونیم معرفت از خود خور زیاد کنیم، هرچی میتونیم این معرفت زیاد شونه، مجلس گوش کنم، درس گوش کنم، کتاب بخوانم، کاری نداره که حال مثلا در گوگل بهترین مجلس ها هر کس ما دوست دارم گوش کنم، زیادم نروم طرفی حال زیاد رسم شده رواج شده شیعه سنی گوشنم. آقا وقتی ما خبر شدم شیعه حق هسته، زیاد این چیزها رو گوش نکنم، او چیزها رو گوش کنم که مر پیش ببره. ما فهمیدم دیگه، خوشحال مشنم یک مثلا یک کس مایه یک چندنه مثلا مقدسات از اونار دو میزنه که کاری خوب نیه، کاری حرامه. برای ازو ما خوشحال شدم که یک چندنه مقدسات از اونار آماده علنا نزی والا دو زده. تمام روزی چیزار بنده که مگم مجلس گوش کنم فوراً در ذهن مونه که آه دیگه مو او فلانی گوش مونی که در امریکا ششته. خب نه عزیزم، باید کاری انجام بدم هر روز من علم اضافه شونه. ما که خبرم مثلا شیعه ده حق است دیگه چی نیاز دارم تمام روز دوکریا از اور گوش کنم که او دو بزنه مثلا اونا رو من خوشحال شدم چی دو زد. خبرم که ده حق دیگه 10 سالی دیگه میخوایم برای خود خالی ده اطمینان برسندنم خود حق است یا ده شکم واقعا. اگر ده شک استم برای ازی که شک ما دور شونه گوش کنم، لیکن اگر ده شک نیوم هیچ کس ده شک نیه اینجی چرا میخوایم گوش کنم؟ امو تایم از خود بدم. خب هر کسی را ما دوست دارم که واقعا علم از مر زیاد مونه، معرفت ما نسبت ده امام زمان زیاد مونه، ما وظایف از خود نسبت ده امام زمان مفهم و متوجه مشم، محبت از من نسبت ده آقا امام زمان اضافه مشنه، نسبت ده خدا اضافه مشنه و امثال از اینا. خب اینا رو گوش کنم، معرفت خود زیاد کنم. یک جوان اگر معرفت خود زیاد کنه بسیار زود پیش موره. کاری هم نداره، مورم سونی کار مورم نیم گنچه درایف مونم یا مثلا یونیورسیتی مورم نیم گنچه درایف مونم پلی کنم گوش کنم واپس مایم همزی والا گوش کنم. عزیزی موقع ما مثلا کاری رنگ مونم موقع تیم ما رنگ کاری رنگ مونم مثلا در مجلسم گوش کده رایستم، درس گوش کده رایم، شاید تا حالا در حسابی داها درس مثلا امو در کاری رنگ گوش کده، هم کار خورمونه در اون مجلس گوش کده رایا. حالا برای هر کس هر چیزی که فراهم هسته دیگه نه در موقع درایف که میتونم گوش کنم، درایف مونم در گوش کنم، مجلس گوش کنم. علم از مر زیاد مونه. هر کس شما در زبان مثلا شما میخواین گوش کنین معیار ایه که علم شمور زیاد کنه، آگاهی شمور زیاد کنه، سیلکن کت خدا نزدیک مونه گباش یا نه، معرفت امام زمان را زیاد کده در دل شما یا نه، معرفت اهل بیت زیاد کده یا نه. کده ادامه بدین، فرق نمونه فارسی باشه، آذرگی باشه، انگلیش باشه، اردو باشه، شرط چیه؟ نروم مثلا دو چیزایی که دیگه ما یقین دارم خوب پیش بر چیه حق چی کار میخوایی کنی.
شیعه یعنی فالوورز، فالو کو دیگه. برای ازی که فالو کنم که ما بفهم چی رنگ فالو کنم، محبت از اونا باید شدیدن در دل ما، بفهم منازمه چی میخواه، رای از اونا ادامه بدم. ای اول نه چیز جوان بسیار لازم داره ایره، آگاهی خور زیاد کنه، معرفت خور زیاد کنه. معرفت خو وقتی زیاد کدک ای چیز ماه منشان. دویم نه چیز که جوان بسیار خوب موفقم مشنه منشی و راهم واز مشنه صفای باطنیه که از اولم داره، پاکیزگی باطنی. کوشش کنه امویی که داره اور حفظ کنه، مزید هر روز زیادتر کنه، مزید هر روز زیادتر کنه. دامی استرالیا بنده جوانایی را میشناسم 16 سال 18 سال 20 سال کمتر بیشتر، چقدر پاکیزه است. واقعا آدم احساس آرامیش مونه، سون از نا نگاه مونه که چند گپ موگه احساس آرامیش مونه. وی پاکیزگی است برای از اینا. هر جوان میتونه میتونه پاکیزه باشه، هر جوان. شرط چیه که صفای باطنی خور بفهمه، بعد او چیزایی که ای پاکیزگی را از من میگره از او دوری کنم، او چیزایی که ای پاکیزگی را اضافه مونه من از من که از او چیزا نزدیک شنم. مثلا یکی از چیزایی که پاکیزگی انسان میگره، یک جوان اماده در عزاداری امام حسین گریه کده، توبه کده. مثلا اگر گو اشتباهی انجام شده گفته یا امام حسین ما شرمنده هستم مرا ببخش، ای کارا انجام داده. دوستایی داره که وقتی بین از او دوستا موره اونا مثلا پابندی گو چیز نیه، خدا نخواست. حالا مثلا بنده از این پیش مرز کدم عالم مرز مونم، خدا شاهد است هیچ کس ما مد نظر ندارم و هیچ کس تارگت از منیه. ما کلی گبا مگم که هر کس اگر منگرنه ما امی گب از کجای ازی گب میتنم برای از خود بگیرم و گرفته بیتنه برای خود، هیچ کس تارگت نیه. یعنی خدا از ما گواه برای منبر ششتم. چون ایگا بازی خاطر مگم باز اوقات بجایی که چی شونه شاید مثلا در ذهن باید که شاید مر موگه در بعد او طرف دیفنسیف مشنه موگه نه چرا نه اصلا هیچ کس را ما فردن نمگم در او و خدایم هم شاهد است، دل مر خبر است، آگاه است، از دل ما خبر است که ما گو کس تارگت نمونم، اصلا تارگت نمونم، اصلا نمیخوایم ناراحت کنم کس را. خب اماده عزاداری کده، گریه کده بر امام حسین علیه السلام، دل چی صفا پیدا کده. خب علی رزیزم حفظ کو دیگه، خبر است اگر 4-5 نفر دوستام دروم کده از اونا مورم مشنوم اونا پابند نیه. مثلا وقتی مورم محفل چند محفل گناه است، کمترین چی که دیگه هیچ دغم نیه، مثلا گانه داغ غیبت مشنه آبرو دیگر مبره و امثال از نه. بعضی جا خدا نخواسته قمار بازی مونه، خدا نخواسته نوبت دونج انشالله که برای هیچ کس نرسه، خدا نخواسته شراب مخوره ما برم که از اونا بشنم. خب تباه مونه مرا دیگه عزیزم. تو چرا صفای باطنی از خود چرا پاکیزگی خور از بین مبری؟ دور شو از شان. مگر دوستی امام زمان نمیخوایی؟ مگر دوستی امام حسین نمیخوایی؟ بعض اوقات بعضی از جوانای ترسته تا عرصی نکده، حالا اینج کمتر اینجام هسته، اینجام دیدیم مشاهده کردیم، او طرفا بیشتر 11 بجه شاو خانه مایه اون دوستی ها شروعه. امی که عرصی مونه از او بعد دوستاش ده دوربینم پیدا نمیته نیره، زود مور خانه دوستیش هم کم شده، داده ضرورت دوستی مونه. خب تو چرا ایتر؟ مگه نه حالی دیگه ما یک نفر دیگه مسته او ده انتظار ما عمر دوست دارم، ما اور دوست دارم دیگه، حال ما برای شما نیم، ما برای زویم. قربانی از او دل شونه آدم که باید بگه نه یک نفر دیگه هم است که ما برای شما نیم، ما برای زویم و او حجت ابن الحسنه. دل کنده کنه از دیگه چیزا، دل کنده کنه از او دوستایی که انسان سونی گناه مبره، او ماحولی که انسان سونی گناه مبره. هر او چیزی که این صفای باطنی را از گیر از ما بگیره از او دور کنم خود خوره، و هر او چیزی که این صفای باطنی را بیشتر کنه که از او نزدیک کنم خود خوره. گو کسا مینگرنم واقعا الی خدایا، خدا ترسه، جوانی مومینه پاکه، نزدیک شنم که چی اثر مونه بر از من. اگو جایی ما مینگرنم مثلا مجلس
مسجد و امثال از اینا اثر داره. زیارت رفتن اثر داره. اینا تمام اثر مونه بر انسان. اونایی که حج واجب شده برشان حتما حج بوره. اونایی که رفته چند سال گذشته بعد دوباره بورن، اثر مونه. اینا تمام اثر داره بر انسان، برای صفای باطنی انسان اثر مونه. این کارا در زندگی خود داشته باشم، مخصوصا جوانها که خودخوره حفظ کنه و حفظ بیله. آخری گپ بگم زحمت شماریم شو تمام کنیم. یک صلوات بخوانیم. یکی از چیزهایی که توفیق ملاو شد در گذشته 2 سال الحمدلله، او امی برنامه‌ای بود که هر جوانی از استرالیا مخصوصا هر جوانی بخواه این صفای باطنی خور پیش ببره، علم خور اضافه کنه و یک ماحولی ملاو شونه که 20 روز 20 چند روز مثلا خود خور در یک ماحول باید دل خور نورانی کنه. برای ازی دوستا خب زحمت کشیدن، چی کردن، یک برنامه ریزی شد در نام Towards Infinity. از این پیشم 2 سال چی بود، دمی جنوری که تیر شد جوانا رفتن. بعضی از امزو جوانا از امزو برنامه اینقدر شوق ایجاد شد، 1-2 دانه از عزیزان باقاعده طالب علم شدن رفتن علم اهل بیت علیهم السلام یاد بگیره که با شرف ترین کاری است. از این که با شرف ترین کار چیه که علم اهل بیت انسان یاد بگیره. عزیزان بچه های خوره نصیحت کن بورن، سیل نکنین امجد عملی خوب نداره بگی ایلا کوی ملایو تمام ازی والا. نه، حالا باید مثلا نباید ما عمل از ما بد باشه، باید عمل خوب کنم، لیکن شما سیل نکنین امجد آدمی بدی هست بگیم تمام ای فیلدم زی والا. نه عزیزم، کس بور علوم اهل بیت یاد بگیره از این بالتر شرف دیگه چیه؟ کس بور برای خدا و معرفت خور زیاد کنه از این بالتر شرف دیگه چیه؟ تشویق کنیم بچه های از خود نگاه نکنیم، شما نگاه نکنین امجد چطوره، بلکه اصل کار نگاه کن که علوم اهل بیت علیهم السلام نور است. و بعد ضرورت دیگه قدر مردم که این جماعت چقدر ضرورت است دینشان که باید حفظ شونه دیگه. یک نفر نه فقط رفته خود خوره مثلا حفظ مونه، بلکه او یک تکیه گاه جور مشنه برای 10 نفری دیگه بر از او تکیه مونه. دین یاد میده، احکام یاد میده، قاعده یاد میده، اخلاق یاد میده. خب این رنگ تشویق کنیم، از خدا بخوایم، فرزندهای خودم تشویق کنیم. جوانا اگر خودونچان مثلا شوق داره پدر و مادر حتما تشویق کنه، راهشان نزنه. بعض اوقات مثلا فرزند میخواه لیکن منگانی دوستایشان مایمون چی مونی موری مثلا درس میخوانی چی دیگه چی کار کرده تو چی کار مونی و امثال از نه ای کار نکنیم عزیزم. اگر خود ما توفیق ندارم اگه کسی دیگه توفیق داره لااقل تشویق کنم شیره. تشویق نمیتونم کم سے کم دیسکاریج نکنم شیره، کم سے کم امیه دیسکاریج نکنم. خب این برنامه‌ای که است 20 روز 21 روز اونجی مورا یک برنامه بسیار خوبیه. هر کس هم میتونه واقعا بوره و منی علم از خود چی کنه، مخصوصا او جوانایی که 18 سال 19 سال 20 سال عمر داره و همینجی بزرگ شده، مخصوصا اونا بسیار فایده من ثابت شده. ما دیدم جوانای آمدن، بعض دوستا از مومنجی است بودن تصدیق مونه گبزی بنداره، از دیگه شهرام از مختلف شهرها آمدن. جوانای دیدم شوخ و بسیار مست و بسیار شوخ. آخری روز که میخواه از حرم مطهر امام رضا علیه السلام بدرشونه، نیم ساعت 1 ساعت ترین میخواست مثلا بوره بدرشونه، دیگه ده زور کش کده ایره ورده، جیغ زده گریه موکد، مگفت یا امام رضا ما نمیخوایم شما جدا شونم. بسیاری از ما زیارت موری، زیارت باید بوریم، زیارتی کیفیت میره،
اونایی که از این برنامه رفته حتی زیارت از اونا بسیار باحالتر شده، چون معرفت چند زیاد شده بود، چون اونجا مسلسل کلاسیزم شد که کلاسیز قاطی خالی البته کلاسیز هم نیه، هم زیارت هم کلاسیز است، هم سپورتس اکتیویتیز است، سویمینگ هم مورینا تمام است، لیکن اصل چیش همو پهلوی تربیتی از اویا. او رنگ جوانایی را دیدیم، جوانایی را دیدیم اون جماعت اهل نماز شب شدن، بعد آدم متوجه میشن، بعد هم ادامه دارن، از بعد این جمع آمده ادامه دارن، اهل نماز شدن، از اولم بودن بیشتر بیشتر بیشتر. خب اینا تمام او فرصت هایی است که ما درست استفاده کنم. چالنجز زیاده، هرچی از فرصت ما استفاده کنم و چالنجز میتونم فیس کنم. برای بچه های ما چالنجز زیاده، هرچی بیشتر توجه بدم اما قدر بچه های از ما آماده موشنه و چالنجز درست فیس کنن. جایی که زندگی منم ضرورت های اونجا متوجه شنم، او خطراتی که روی بروی از ما، خانواده ما، فرزندای از ما هسته، اونا رو متوجه شنم و آمادگی داشته باشم. نه که خدا نخواسته اگر متوجه نشدم ضرر و نقصان بسیار زیادی انسان مینگرنه که بعد از او بعد جبران ناپذیره، دیگه نمیتونه انسان او را دوباره ختم کنه و نقصان را. اما تا در خورده موره انسان خدا نخواسته بینگرنه یک پدر بینگرنه فرزند چی تمام معنا از راه هدر شد، خود چی عاشق امام حسین، بعد بچه خود روی بروی مینگرنه. خب بچهش یا دل کنده که نمیتونه شی، اصلا برای امام حسین هیچ حسی نداره، برای امام زمان هیچ حسی نداره. نماز که هیچ. یکی از عزیزان میگفت بچه ما تا رضا بود، ما در زور میگفتم نماز بخوان، نماز میخواند، لیکن چون برخورد چی منطقی نبود، برخورد از اون منطقی نبود، بچهش بزرگ شد. موقع ما بچه گفتم نماز بخوان، در جواب ما رو گفت بابا تو اول بیا خدا رو ثابت کن مرا، باز ما نماز میخوانم. 17-18 سالگی موقع چون این گپی گفت مرا. خب حالا انشالله که اینا بعدا خوب شده باشن و اینا، و حتما خوب شدن، حتما خوب شدن. بعد اگر کس با کوتاهی کنه و ازی والا شونه، خود ازی شده 50 ساله، بچهش 30 ساله، بچهش 9 سالهایشی مثلا در دنیا آمده، بچه خو مینگرنه پابندی هیچ چیز نیه. وقتی پابندی هیچ چیز نبود، بچه های از او پابندی هیچ چیز نیه. ای پدری که هم با کل جور شده هم پدر هسته، در خورده رایی هسته که چیکار کنم مالی ال چی رنگ ما جبران کنم. خوب اون موقع که جبران نموشنه عزیزم، دیگه کار از کار بدر شده. امیتا باید تیر کنه، استغفار کده بوره پیش خدا، استغفار کنه که او کوتاهی کده، خدا دیگه بو بخشه ایره، خدا بو بخشه. حال یک نسلی که تا قیامت خدا نخواسته طرف بدی رفته کی باعث شده کوتاهی ازی، حالی خالی تنها کاری که میتونه پیش خدا استغفار کده بوره و دعا کنه که خدا ایر بو بخشه، اگه رنگ بچه شیر دوباره واپس دستش بگیره. که عرض کردم این رنگ معجزات کم انجام مشنه، لیکن حالا از صدق نیت استغفار کنه و چی کنه، خدا ارحم الراحمین انشالله مو بخشه. لیکن بچه ها که رفت از دیست چون کوتاهی کرده بود. یک صلوات بخوانیم بر محمد و آل محمد. یک صلوات دیگه بخوانیم بر محمد و آل محمد. خب شب 9 محرم است. دلهای از خود خوب ببریم در حرم مطهر شهنشاه وفا جناب ابوالفضل العباس علیه السلام. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولأبي عبد الله الحسین.
ابوالفضل العباس علیه السلام چنانی معرفت داشتن که امکان نداره کسی دیگه دوباره در از او درجه معرفت برسه. او رنگ ولی زمان از خود خور میشناختن، امام زمان از خود خور میشناختن و در خدمتی از اونا بودن. که تا ابوالفضل العباس علیه السلام بود که تمام سختی ها موقع امام حسین علیه السلام یک سکون و آرامش خاصی داشتن. دیگه امامام بسیار زیاد محبت منکد عموی از خود خو ابوالفضل العباس علیه السلام. بزرگا مراجع پیش آیت الله بهجت یک کس مورا موقع آقا ما کربلا رایی هستم. او زمان زیاد کربلای تر عمومی نشده بود نه دزی درجه. موقع آقای بهجت نگاه مونسون چه یکم پیسه میده شیره. موقع وقتی کربلا رفته حرم مطهر ابوالفضل العباس بر سلامی از مر برسندن و از طرف از ما زیارت کن. نمیدانم خدا عجیب عشق ابوالفضل العباس شیعیان را داده. بعد از ائمه معصومین علیهم السلام شیعیان که ابوالفضل العباس علیه السلام یک خاص رابطه ای داره که خودش دلیل بر عظمت ابوالفضل العباس است. دلها را چی کار کرده. امام زمان علیه السلام ممزی والا خاص احترامی برای عموی از خود ابوالفضل العباس قائل هستند. بزرگ مکاشفه دیده بودک. در مکاشفت در محضر مبارک امام زمان حاضر شده. پیش امام علیه السلام نامه هایی است. دانه دانه این نامه را امام علیه السلام وازمونه امضامونه یک طرف میله. بعضی از نامه ها را وقتی میگره اول امام علیه السلام استشمام مونه بو مونه این نامه ها. بعد بر دو چشم مبارک از خود میزنه نامه را بوسه میده. امضا مونه بسیار در احترام از تمام بال میله این نامه را. ای از محضر مبارک امام علیه السلام پرسان مونه موگه یا امام این نامه ها چی است شما چی کار مونین داره؟ امام علیه السلام بیان مونه این نامه های امامزاده های است که شیعیان از مو وقتی توسل مونه کد از اونا سفارش شیعیان را برای از ما میفرستن چون حجت خدا امام زمان است. از دست امام زمان تمام حاجت ها امضا مشنه برای از ما میفرسته و ما امضا منمون آره. یا امام اون نامه هایی که بسیار احترام میدادین اونا نامه هایی کیه؟ امام علیه السلام موقعی نامه های عموی از ما عباس علمدار است. نامه های ابوالفضل العباس. تا ابوالفضل العباس علیه السلام بود قلب ابا عبدالله الحسین آرامش داشت. قلب زینب کبرا سلام الله علیها آرامش داشت. چقدر کار سخت شد بعد از اینکه ابوالفضل العباس رفت طرف میدان بر امام حسین. شما دیشب مصائب شنیدین. امام حسین علیه السلام وقتی رفت پیش جنازه جوانی از خود دیگه همونجی ماندن بر نمیگشتن درو. اول جوان خود در بغل گرفتن بعد صورت بر صورت جوان گذاشتن تا که زینب کبرا سلام الله علیها آمادن امام حسین را بردن که از خود
اما بعد از اینکه ابوالفضل العباس علیه السلام رفت در میدان، هیچ موقع دیگه امام حسین از این والا طرف میدان نرفتن که خیال آرامیش. وجهش چی بود؟ حتی موقع جنگ امام حسین علیه السلام مو رفتن حمله مکدن، ای بزدلا فرار مکدن از امام حسین علیه السلام. برای از اینکه دیگه بیشتر فرار نکنن، از دیگه طرف سونی خیمه های امام حسین نزدیک مو شدن. بعد امام حسین مجبور مو شد از زن و بچه از خود خو خواهرای از خود خود دفاع کنه. دوباره زود برمیگشتن نزدیک خیمه ها. عباس چقدر امام حسین موقع یاد کردن شما را، تا شما بودین اصلا نوبتی از این پیش نماده بود. عباس علمدار محافظ حرم است، حرم را محافظت مونه. آرامش کامل داشتن از این جهت امام حسین علیه السلام. ماه پیش برادر از خود خوب برادر مرا اجازت بدین طرف میدان برم. و عباس نه تو نرو طرف میدان. برمیگردن دوباره ابوالفضل العباس علیه السلام. دفعه دوم ماه برادر مرا اجازت بدین. نه عباس هنوز نوبتی از تو نرسیده. روی بروی خو ابوالفضل العباس دیده رایی است. اینا شاگردان عباس علمدار بود. قاسم ابن حسن علیه السلام را عباس علمدار تربیت کرده، شجاعت یاد گرفته از عباس علمدار. روی بروی میگرنه دانه دانه پاره تنشان کنار تربیت کرده. اینا سونی میدان رایی است و جدا شده رایی. چندین بار مایه آقا اجازت میدین آلابان برون؟ نه عباس اجازت نیه. دیگه هیچ کس باقی نمن برای ابا عبدالله الحسین سوای ابوالفضل العباس و علی اصغر. ماین پیش ابا عبدالله الحسین علیه السلام آقا اجازه دسته برم. مگه امام حسین علیه السلام مگه عباس تو سپهسالار لشکری از ما هستی. مگه ابوالفضل العباس یک نگاه سونی میدان مونه. مگه آقا او سپهسالاری که ما لشکری که ما سپهسالار شستم در میدان خوابیده. مرا اجازت بدی پیش لشکر از خود برم. مثل ای که دیگه امام حسین میگرنه ابوالفضل العباس از این بیشتر دیگه طاقت نداره. از این بیشتر یا حسین ابن علی طاقت میتنه یا زینب کبرا طاقت میتنه. خوچانم مگه آقا سینه ما تنگ شده. امام علیه السلام نمیدانم مصلحت چی بود ابوالفضل العباس جنگ نکنه. امام علیه السلام فرمودن عباس حالا که میخوایی طرف میدان بوری، بچه ها تشنه است، سکینه تشنه است. عباس کمی نگاه کو علی اصغر چطور دهان از خود خوازو بسته مونه. تو سقای حرمی از ماسته عباس. اول برو آب بیرو. مگه ابوالفضل العباس علیه السلام ماه پیشی از او خیمه ای که مشکیزه ها رو از او خیمه میشتن. وقتی داخل از این مشکیزه مشنه یک صحنه پر از قیامت رو میگرنه. بچه ها تمام جمع است، مشکیزه های خالی رو بر لبای از خود گذاشتن. ابوالفضل العباس علیه السلام مشکیزه را بال مونه. مورن پیش زینب کبرا سلام الله علیها. خواهرم زینب رئیستم آب بیرم، شما اجازت میدین؟ بی بی سلام الله علیها گفته باشن عباس
ما موقعی که کوفه بودم مرا بابا علی یک دفعه گفت دخترم زینب تو را در اینمزی کوفه اسیر گده میرن. ما هر موقع در یادی از ایگه به پدر مفتم مگم نه هنوز وقت نماده. عباس حالا که تو هم از والا رایی هسته ما فهمیدم وقتی اسیری زینب رسیده. ابوالفضل العباس علیه السلام موره کد یک نیزه و مشکیزه و علم خود خورده آب میرسندنه آب مینگرنه. بعضی ها موگه عباس تشنه بود. نه عزیزم بعضی از عرفا موگه آب تشنه لب عباس بود. آب آرزویش بود عباس آب را بر لبا بگذاره. اما وفا را نگاه کو آب تشنه لب عباس. مشکیزه را پرمونه واپس مایه طرفی خیمه ها. تمام حاجت عباس علمدار ای است اگورنگه ای آب را در خیمه ها برسندنم. امزی خاطر ابوالفضل العباس از دل لشکر نموره از بین درختا موره تا تیر نلگه مشکیزه را و این مشکیزه سالم بمنه. ابوالفضل العباس از بین درختا موره این لعینها اینجا کمین گرفته بودن. یک مرتبه یک لعینی که کمین گرفته بود نزدیک مایه یک بازوی عباس را از تن جدا مونه. مشکیزه را که دیگه دستو میگیره دیگه لعین مایه دیگه بازو را از تن جدا مونه. مشکیزه را که دندانی از خود خو میگیره. تنها آرزوی عباس علمداری است که مشکیزه به خیمه ها برسه. لعین ها تیر باران مونه عباس علمدار را یک مرتبه مینگرنه یک تیر مشکیزه را لگیده. آب از این مشکیزه بر زمین افتاده. دیگه اینجا مقتل موگه عباس علمدار که یک لحظه پیشتر در تیزی طرفی خیمه ها رایی بودک روک مجنه نه پیش حرکت میزنه نه دوباره برگشته میزنه. مقتل موگه باب الهوایج متحیر است پریشان است تا ای که ورملای لعین یک تیر به چشمای عباس علمدار میزنه. دست در بدن نداره تیر را که دستا به در گده نمیتنه. هر کاری مونه ای تیر به در نموشنه. عباس علمدار سری از خود خوب پایین میره بین دو زانو تیر را قرار میده. امی میخواه به در گده لعین مادا کد یک گرز آهنی بر سر مبارک چیلانی میزنه. عباس علمدار از زلزله بر زمین مفته دست در بدن نداره کد سر بر زمین میره. صدا بلند مونه اخا ادریک اخاک برادر پیش برادر بیا. اما امام حسین زود میرزندن خود خوره. وقتی مایه دست بر کمره عباس کمرم را شکست. حاجت ظاهر بده برادر میخوایم شما را زیارت کنم اما چی کار کنم در یک چشم تیر است چشم دیگر خون داره. برادر اگر دست در بدن میداشتم شما را زحمت نمیدادم. برادر مشله چشم از مرا خونجیر تمیز کرد. برادر وصیتی دیگه دارم. چی عباس مرا طرفی خیمه ها نبر. عباس نمیتونه سکینه را ملاقات کنه در حالی که آب نبرده باشه. الا لعنت الله
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. बाब हाजत अब्बास हाजत